سلام دوستان گلم، من محمد یاسین قرآن‌نژاد هستم. من یک اینفلوئنسرم. خوب، من از وقتی که شروع کردم در یوتیوب کار کردن و پیوستم به یوتیوب که فهمیدم یوتیوب درآمد دلاری میده. خب هر یه ویو شما $1 میاد که با حرف 10% مثلا 20 میلیون شما تبدیل میشه به 15 میلیون از شرکت‌های واسطه میتونید تهیه بکنید. خوب، بعد ما چجوری باید چیز کنیم؟ چجوری میتونیم درآمد دلاری بگیریم؟ حتما باید پیج شما میلیونی باشه. اگه زیر 1,000,000 تومان باشه، زیر 1,000,000 تومان نه، زیر 1,000,000 ویو باشه، اصلا کلا پیج شما رو هم جمعا باید 1,000,000 ویو بشه. اگه نه اصلا شما نمیتونید کار کنید. حالا بیایم، خب وقتی که 1,000,000 ویو خورده بود، حالا 50-60 تا لایک هم داشته باشین، دقیقا 50-60 تا باید چیز بزنی که هر کدوم مثلا 100 تا بخوره بشه 500,000 تا 100,000 تا. خب چه کار کنیم که درآمد دلاری؟ شما اگه بالای 1,000,000 فالوور یا ویو جمعاً پیجتون بشه، خب شما میتوانید خب آن را یه ولت بسازید و درآمد را از آنجا برداشت بکنید. توی گوگل هم سرچ کنید، خلاصه هوش مصنوعیش هست. اگه نه زیر 1,000,000 باشه، خب توی زنگ میزنید به شرکت های واسطه، تو گوگل نوشته خب که میزنه به حسابتون، بعد شما میرین تا 1000 تا حتما باشه. خب اگر نباشه که هیچ، اگه داشته باشه میتونین به صرافی ها اون مقداری که به 30 میلیونی که به شما داده شده رو نقد کنید. خب با من همراه باش که آموزش زبان و پیانو و کلی درآمد با حال کار و شغل و اینها رو باهات در میون میذارم. خداحافظ.